سلام، خیلی خوش اومد به یکی دیگه از ویدیوهای چنل فوتبال تیه. همونجوری که از تامنیل دیدید این ویدیو راجع به بازیکناییه که دروازه‌بان نبودن اما به خاطر اخراج دروازه‌بانشون یا مسئولیت دروازه‌بانشون و تعویض نداشتن تیمشون مجبور شدن برن توی دروازه وایس. اولین موردی که من میخوام بهش اشاره بکنم و همین اواخرم رفتش توی دروازه وایساد اولیویر ژیرو. طرفای دقیقه 80 بود که مارک مانیان با این خطای خیلی بد اخراج میشه و از زمین بیرون میره و میلان هم دیگه 5 تا تعویضش رو انجام داده بود و تعویض دیگه‌ای نداشته. اولیویر ژیرو خیلی شیک و مجلسی میره لباس دروازه‌بان میپوشه و میره توی دروازه وای میسته. دقیقه 92 هم از دروازه‌اش میاد بیرون، یه سیو درست حسابی میکنه و فکر کنم بهترین بازیکن زمین هم شده اولیویر ژیرو. اگه گیمر هم باشید که احتمالاً بدونید توی گیم FC24 توی تیم هفتهش همون تیم آف دی ویک بهش یه کارت دروازه‌بان دادن و شدش بهترین دروازه‌بان هفته تیم FC. اما خب به جز اولیویر ژیرو خیلی از بازیکن‌های سوپر استار مطرح دیگه‌ای هم وجود داشتن که همچین کاری انجام دادن. مثال بارزش رو بخوایم بزنیم هری کین بوده، دنی آلوز بوده، کایل واکر بوده و حتی اسطوره‌ای مثل ریو فردیناند هم توی دروازه قرار گرفت. الان باز این داستان بهتر شد و نزدیک به 2 فصله که هر تیمی 5 تا تعویض داره. قبل از اتفاق اولیویر ژیرو بازیکن‌های دیگه که مثل کایل واکر توی زمان خودش 3 تا تعویض بیشتر وجود نداشته. خب بعد مسلماً فبروری 2 تا تعویضش رو انجام داده که واکر رفته توی دروازه وایساده. حرف دیگه‌ای ندارم، فقط می‌خواستم چند تا ستاره‌ای که توی دروازه وایسادن رو ببینید و بشناسید و اطلاعات فوتبالیتون بیشتر بشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید لطفاً. ناموساً سابسکرایب کن آقای محترم، چه وضعشه؟